سلام، من فاطمه. داستان تجاوزم رو میخوام براتون تعریف کنم. عید میخواستیم با شوهرم بریم به یکی از شهرهای جنوب برای مسافرت که از شهرستان زنگ زدن و گفتن حال پدر شوهرم زیاد خوب نیست. باید بریم پیشش، هم یه سر بهش بزنیم، هم شوهرم به عنوان مراقبت شبا بره وایسه پیش پدرش. منم یک تازه عروس بودم و این که بخوام از خودم براتون بگم، نسبت به شوهرم خیلی سرتر بودم، با یک اندام خیلی خوب. البته اندام تحریک کننده من بیشتر برمیگرده به تلاش‌های خودم. تمرین‌های سنگینی تو باشگاه انجام میدادم. همین موضوع باعث میشد تو دخترای فامیل، مخصوصا زنای متأهل، بیشتر به چشم میام. چون همیشه زنهای فامیل از اندامم خیلی حرف میزدن و به من میگفتن تو باعث شدی شوهرای ما نسبت به ما سرد بشن و همش تو رو میکوبن تو سر ما که چرا ما با خودمون نمیرسیم. بالاخره ما اومدیم شهرستان. چون خونه نداشتیم مجبور شدیم توی خونه خواهر شوهرم بمونیم که هم به بیمارستان نزدیک بود، هم داخل شهر بود و به همه امکانات دسترسی داشتیم. از همون لحظه اول پسر خواهر شوهرم که منو دید، اسمش علی بود، نگاه‌های هیزی به سر تا پام میانداخت. زیاد ازش خوشم نمی اومد. برای همین بی اهمیت گرفتم و زیاد تحویلش نمی گرفتم. شوهرم پدرشو بستری کرد بیمارستان و خودش موند پیشش. چون عید بود تو خونه خواهر شوهرم رفت و آمد زیاد بود. منم که یک دختر غریبه‌ای بودم، زیاد با همسایه‌ها و فامیل‌های دورشون گرم نمی گرفتم. با یه احوال پرسی ساده کارو جمع می کردم و می رفتم توی اتاق شوهرم. شوهر من تو برطرف کردن نیازهای جنسیم یه خورده ضعیف بود. چون با هر بار رابطه تا 1 ماه از درد کمر نمیتونه سر و پا وایسه. این کارش باعث شده بود خیلی ازم فاصله بگیره. اولش خیلی پیگیر کاراش بودم تا خوب بشه و بیشتر سمتم بیاد، تا از این رابطه نهایت لذت رو ببریم. چون من واقعا یک دختر هات و داغی هستم. به من باشه هر روز دلم میخواد. ولی چه کار کنم؟ از شانس بد من شوهرم اینجوری سرد مجاز بود. اولش فکر این که ازش جدا بشم مثل خوره افتاده بود به جونم. همش به جدا شدنم فکر میکردم. ولی وقتی با خواهرم مشورت کردم دیدم واقعا راست میگه. جدا شدن کلاً به ضرر خودم تمام میشد. چون ما از یه خانواده فقیر بودیم و پدرم به زور با پول کارگری تونسته بود ما رو به خونه بخت بفرسته. حالا با برگشتن من به خونه پدرم یه مشکل به مشکلاتشون اضافه میشد. هم قصه جدا شدنم پدر و مادرم را از پا در می آورد، ولی خانواده شوهرم دستشون به دهنشون می رسید و برای خودشون تو تهران کسی بودن. یکی از گردن کلفتای بازار تهران بودن و از نظر مالی واقعا شوهرم هیچی برام کم نذاشته بود. با من مثل ملکه ها رفتار می کرد. همه اینا رو که وقتی بغل هم گذاشتم فهمیدم جدا شدن اصلاً به صلاح من نیست و دیگه بهش فکر نمی کردم. از طرفی هم این میل جنسی مثل خوره افتاده بود به جونم. به خاطر اینکه بهش فکر نکنم رفتم سراغ کار دیگه‌ای. رفتم سراغ گروه تلگرامی که همه عضو اون گروه بچه‌های باشگاه بودن، هم دختر هم پسرش. شروع کردیم به چت کردن و حرف زدن باهاشون. منم عکسای باشگاهی خودم رو گذاشته بودم پروفایلم، یه جورایی برای جذب نظر ببینم که از من خوشش میاد. به 2 روز نکشیده بود پیویم پر شده بود از پیام‌های بچه‌های باشگاه. همه پسر بودن. هر کدومشون یه جوری برام زبون میریختن که باهاشون حرف بزنم تا تو خیال خودشون که مخمو بزنن، ولی بهشون رو ندادم. رفتم پیوی مدیر گروه که بگم بچه‌های گروه دارن مزاحمت ایجاد میکنن. نمیدونستم همون مدیر گروه تلگرام صاحب باشگاه بدنسازی و مربی باشگاه هم هست. رفتم پیویش. بعد اینکه موضوع گفتم کلی ازم عذرخواهی کرد و بعدش بهم گفت در رابطه با بدنسازی و برنامه غذایی یا باشگاه میتونم کمکتون کنم. خیلی پسر خوب و مؤدبی به نظر میرسید. یه لحظه ازش خوشم اومد. منم خیلی محترمانه ازش تشکر کردم و بهش گفتم که سوالی برام پیش اومد حتما ازتون کمک میگیرم. یه چند وقتی که گذشت
پارسا مربی باشگاه هی به بهونه ورزش و تمرین‌های روزانه به هم پیام میداد. منم که بدم نیومده بود جوابش رو میدادم. این رابطه اینقدر سریع جوش خورد که بعد یه هفته خیلی راحت داشتیم با هم چت میکردیم در مورد زندگی شخصیمون که من کم کم حس کردم میشه رو پارسا حساب کرد، چون واقعا یک مرد کامل بود. از همه مهمتر دهنش خیلی قرص بود. اینو از بچه‌های باشگاه هم شنیده بودم. کم کم رازی که تو دلم مونده بود و براش باز کردم. گفتم که دارم دیوونه میشم، شوهرم از پس من بر نمیاد. برای اینکه شهوت و حسم از سرم بپره میام باشگاه تا فراموشش کنم. پارسا با تمام خونسردی به احساساتم چراغ سبز نشون میداد و خیلی حرفه‌ای جوابمو میداد. از حرف زدنش اینقدر خوشم اومده بود که خیلی زود جذبش شدم. به هم دلداری میداد. در رابطه با این موضوع به هم مشاوره میداد. یک چند وقتی به همین روال گذشت که حرفمون کشید به جاهای باریک. پارسا به هم پیشنهاد رابطه داد و گفت من میتونم برات جای شوهرتو پر کنم و تو رو به اوج لذت برسونم. البته اگه خودت بخوای. از حرف زدنش شوکه شده بودم، ولی دروغ نباشه خودمم از وضعیتی که داشتم راضی نبودم. چند روز جوابشو ندادم. دیدم خیلی بهش عادت کردم، چون بلد بود واقعا چجوری منو وابسته خودش بکنه. بالاخره دلو زدم به دریا، قبول کردم. با اینکه هر موقع خودم خواستم بهش اوکی میدم. پارسا که از خدا خواسته سریع قبول کرد. چون مکان نداشت همون جای تو باشگاه تو اتاق خودش همه چی رو آماده کرده بود. قرار بود یک روز به بهونه تعمیر وسایلای باشگاه رو تعطیل کنه تا به من برسه. بالاخره قبل ظهر یک شنبه که تایم خانوما بود منو دعوت کرد به باشگاه. منم حسابی به خودم رسیده بودم، جوری که تو خیابون هر کی منو میدید بوی عطر تلخ سکسی که زده بودم هوش از سر جنس مخالفم میپروند. همین که رسیدم پیشش یه سلام و احوال پرسی کردم که پارسا منو به سمت اتاق راهنمایی کرد و خودش رفت که در باشگاه و از پشت ببنده. اینقدر داغ بود که فرصت اصلا به حرف زدن نرسید. خیلی زود رفتیم سر اصل مطلب. باورم نمیشد پارسایی که خیلی خونسرد به نظر میرسید وحشی شده بود. بعد از بغل و چند تا بوس شروع کرد به کندن لباسای تنم. منم از خدا میخواستم یه نفر اینجوری از خجالتم در بیاد. سری باهاش همراهی کردم و لباساشو از تنش در آوردم. رابطه ما اونقدر گرم بود از بس که جفتمون تشنه بودیم 2-3 ساعتی طول کشید. بعدش دیدم وقت خیلی گذشته. سری خودم رو جمع جور کردم و اومدم سمت خونه. تو راه برگشت به خونه همش بهش فکر میکردم. واقعا کارش خیلی خوب بلد بود. خیلی راحت شده بودم. از ته دلم خوشحال بودم که بالاخره تونستم اوج لذتم رو لمس کنم. چند روزی مونده بود به عید، اما همین جوری که گفتم با هم بودیم. هیچ کس از این موضوع خبر نداشت تا اینکه عید اومدیم شهرستان. شوهرم که همش پیش باباش بود. خواهرشم که کلا تو فکر مهمونی رفتن دعوت گرفتن بود. 5 عید بود که پارسا تو تلگرام بهم پیام داد ازم عکسای ناجور میخواست. بهونش این بود که چند روزی نیستی، خیلی داغم، میخوام عکساتو ببینم. منم که نمیخواستم پارسا رو از دست بدم چند تا عکس از خودم یواشکی گرفتم و براش فرستادم. ولی بعدش گوشیم کلا هنگ کرد و بالا نمی اومد. علی پسر خواهرشوهرم خیلی از گوشی سر در می آورد. مجبور شدم ازش بخوام که یه نگاهی به گوشیم بندازه، ولی ای کاش نمیدادم. خلاصه گوشیمو دادم. باید فلش بخوره. اینجا برنامه‌شو ندارم. اگه بخوای میتونم ببرم مغازه رفیقم فلش بزنم بیارم. منم که تو اون شهر غریب کسی رو نمیشناختم مجبور شدم بهش اعتماد کنم. گوشیمو برد و به 1 ساعت نکشید سریع اومد خونه. گوشیم درست کرده بود. هیچ کدوم از فایل‌ها پاک نشده بود. اگه واقعا فلش زده بود چرا هیچی پاک نشده؟ این شک تو دلم مونده بود که دیدم واقعا علی هم یه جور دیگه بهم نگاه میکنه. انگار میخواست یه چیزی بهم بگه ولی نمیتونست. 1-2 روز گذشت تا اینکه خواهر شوهرم با دخترش دعوت شدن شام به خونه یکی از اقوام. هر چقدر به علی اصرار کردن که بره باهاشون بهونه آورد و نرفت.
گفت بی حالم و حسش نیست و از این حرفا. اونا رفتم. منم تو حال با یه لباس راحتی دراز کشیده بودم. علی از اتاق اومد بیرون و رفت سمت آشپزخونه. از یخچال یه قرص برداشت، با یه لیوان بزرگ آب سر کشید. بعد اومد نشست رو مبل، جوری که قشنگ کل بدنمو داشت دید میزد. یه خورده از گوشیم حرف زد و گفت خوب کار میکنه، مشکلی نداره. منم تشکر کردم و گفتم نه مرسی، خیلی خوب کار میکنه. یه چند دقیقه تو حال خودش بود که یهو دیدم گفت زن دایی از آقا پارسا چه خبر؟ همین که گفت دنیا رو سرم چرخید. فهمیدم که گوشیم اصلا خراب نبوده. این فقط میخواسته گوشیمو ببره بیرون که چتمو بخونه یا گوشیمو هک کنه. اول خودمو زدم به اون راه و خیلی جدی برگشتم و گفتم پارسا کیه؟ از چی حرف میزنی؟ گفت لازم نیست چیزی رو از من پنهون کنی. من از همه چی خبر دارم. الان 3 روز گوشی تو هک کردم. تمام چتایی هم که باهاش داشتی و عکسایی که براش فرستادی رو دارم. هنگ کرده بودم. زبونم قفل شده بود. واقعا نمیتونستم چیزی بگم. تو همین حس و حالا سکوت بودم که دیدم علی گفت با تو هم تو فکر نرو. یا باید با منم باشی یا همه چیز رو میبرم میذارم کف دست دایم. منم اصلا مونده بودم چیکار کنم. هرچی خواهش و التماس کردم اصلا حرف تو سرش نمیرفت. تو حال خودش نبود. نمیدونم چه قرصی خورده بود. دیدم چاره ای ندارم. علی همه چی رو فهمیده. اگه خواستش رو قبول نمیکردم زندگی ما ازم میگرفت. بالاخره قبول کردم. تا آخر شب همه کار باهام کرد و دیگه نای بلند شدن نداشتم. خیلی وحشی‌تر از دایش و پارسا بود. یا شاید اثر همون قرص بود که خورده بود. ولی اصلا از اینکه اتفاق برام توی روز عید افتاده بود حالم خوب نبود. علی هم کمال سوء استفاده رو ازم میکرد. ما بعد عید برگشتیم خونمون. حال پدر شوهرم خوب شد. ولی از اون موقع به بعد علی خونه ما رو کرده هتل. هر ما تو خونه ما آویزونه. به بهونه خرید میاد. حالشو میکنه و میگرده و میره. هر چقدر به شوهرم میگم من پیشش راحت نیستم، میگه اینجوری نگو، خواهرزاده من اگه خونه دایش نیاد پس کجا بره؟ نمیدونم واقعا چجوری از شهرش راحت شم. اگه فکری دارین، نظری دارین، تو کامنت ها حتما بهم بگین. ممنونم که تا انتهای داستان با ما بودین. خوشحال میشم نظرات خودتون رو راجع به این داستان داخل کامنت ها برامون بنویسید. برای حمایت از ما لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو تو کامنت ها به ما بگید. ممنونم. برای حمایت از ما لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو تو کامنت ها به ما بگید. ممنونم.